استاد امی سوال در دوره امی راههای یعنی تحصیل نکاح استاد امی انسانهایی که با دکومنتاسیا سر و کار دارن خب بگیم یعنی پروا میکنن وید نجیت پاسپورت میکنن همه ایما مثال پول میگیرن میرن دامو کلانترها پول میتن همه کارشون در رشوه داخل میشه استاد در ریبا؟ در رشوه نه مثلا برای چی خودتان نمیکنید؟ چون که نمیتونید نمیدونید قاعده هاشه خودتان کنید اگر قیمت میغلطد برای چی؟ برای آنکه همین خیل باری اول برای کردن قیمت میغلطد و آدم راهش میداند میکند همه حقی خدمتش میگیرد اگر معقول نباشد خودتان کنید چی به وای به پول میتید نه فهمیدم استاد مثال مثلا من خود همون جهت کردنی باشم نمیکنم خودم برای چی برای اینکه وقتم میگیره من میگم تو کن من حقت میتیم گفتم من کتاب بخونده میشینم من وقتم برای کوچه‌ای برای آچریت و نوبت صرف نمیکنم وقتی من اوای قیمت تر میزد همین خیلی حلال است این ریبا نیست یا رشوه نیستین وای وکیل شما هست مثلا بعضی آدما حتی سود به هم نمیرد نمایندهش میفرستند ادوکاتش هست یا اینکه وکیلش هست همون میفرستن اما آدم کارش بود میکنه این به این معنا باشد اجازت است رشوه رشوه دیگر چیز است رشوه یک چیزی نمیشدگی پول داده ممکن میکنه یا آدمی از شما سزاوار رو میافتونید و جاش به خودتون رو میگذارونید فهمید مثلا 10 نفر به ما گرین کارت میتیم میگودن 10 نفری کمبغل قبول شد پول میتید و میگوید که من گذارم و کمبغل دفع کن میگوید انا رشوه هست بله مثال استاد میگم که همون کار همون انسان ها مثال اینمو فهمیدم ما کار ما رو بود میکنن همو در پول میتن همو مثال پراوا یعنی در مو کلانترها مثلا همون کار همو رو میگم که در رشوه داخل نمیشون اونا اگر ناحق پول میداده باشن رشوه داخل میشن برای چی پول میتین مثال نه بگیم این همو مثال پراوا راسیست که میگم استاد مثال میگیم که نمو اگزم سپردن هم بتونیم اگر اگزم سپردن میغلطم رشوه هست اگزامین سپرده گرفتن در کار نه سپرده گرفتن رشوه انا پاسینی کو بدون اگزامین میروند چی همینجا در شما زکاز نکنید خیلی بیو من خدا میرم برای چیز سپردن گوی برای اونکه غیری چی است خاصتا مسئله پراوا گرفتن آخر وای اصلا اروی قانون اروی حقیقت هم گرید باید همین آدم سنجیده شد که ماشین هکر میتونه یا نمیتونه یا نمیتونسته که آدم پراوا میتید مثلا بعد باعثی مثلا صدمه ها میشه برای همین در اینجا رشوه میشه بله